راه شگفت‌انگیز برای نابینایان. با این دستگاه نابینایان با حس لمس جهان را می‌بینند. دستگاه دیداری برای افراد نابینا. این دستگاهی که بر سر گذاشته می شود برای افراد نابینا مانند حس ششم یا همان حس اضافی عمل می کند. نمونه آزمایشی آن با موفقیت کار خود را انجام داده است و این دستگاه نام مغز برتر سوپر برین داده شده است که مانند حس ششم انسان عمل می کند. در کشور استونیا این دستگاه با موفقیت بر افراد نابینا آزمایش شده است و با واسطه آنان نه تنها می توانند محیط اطراف خود را احساس کنند بلکه می توانند آن را نیز ببینند. این دستگاه محیط اطراف را با استفاده از کامره 3D ثبت می کند. سپس آن را با بازخورد لمسی تکاتیل فیدبک ترجمه می نماید و بعد آن را با پیکسل های حسی که مواد لمسی هایپرتیک متریال نامیده می شود تبدیل می کند. پس از آن افراد نابینا می توانند هر شی را لمس کنند، آن را به صورت ذهنی ببینند و حرکت و سرعت آن را درک نمایند. تمام این روند به صورت همزمان ریال تایم انجام می شود، یعنی دستگاه نشان می دهد که هر چیز در چه فاصله قرار دارد، چیز و چه اندازه‌ای دارد. اما این معلومات را تنها یک دستگاه در اختیار فرد قرار می دهد. این دستگاه می تواند حرکت هر چیزی را تشخیص دهد و بطری آن تا 3 ساعت به گونه پیوسته کار می کند.